دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما: اگر خشونت در صنف درسی باشد چی اتفاق می افتد؟ استادان گرامی، اگر در صنف درسی ما موارد مختلف خشونت وجود داشته باشد و از طرف استاد بالای شاگرد یا شاگردان و یا از طرف یک تعداد از شاگردان بالای یک تعداد دیگر از شاگردان صورت گیرد، موارد ذیل را می توانیم در چنین صنف‌ها مشاهده کنیم. استاد خسته می شود اما به هدف آموزشی خود نمی رسد. استاد نمی تواند از فعالیت‌های مختلف برای جالب شدن تدریس استفاده کند و همیشه تدریس را یک نواخت پیش می برد. شاگردان درس را درست یاد نمی گیرند و همیشه از مکتب دلسرد بوده و گاهی فرار از مکتب را ترجیح می دهند. بعضی اوقات بیشتر شاگردان به خاطر نجات از چنین خشونت‌ها و رفتارهای نامناسب ترک مکتب می کنند. چون بیشتر اطفال در محیط خانه و بیرون انواع خشونت را تجربه نمودند و یا شاهد آن بودند. آنها به مکتب می آیند تا از این موارد دور باشند و اگر در مکتب هم با این چنین رفتارها روبرو می شوند دیگر حاضر نمی شوند به مکتب بروند. تدریس درست صورت نمی گیرد و شاگردان نمی توانند در فضای آرام درس بخوانند. نظم در صنف برقرار نمی باشد. البته بیشتر شاگردان ضعیف، پرخاشگر و دارای استعدادهای متفاوت قربانیان این چنین خشونت‌ها هستند. اگر خشونت در صنف درسی نباشد چی اتفاق می افتد؟ استادان گرامی، اگر در صنوف خود از موارد مختلف خشونت استفاده نکنیم و به شاگردان هم اجازه ندهیم که با همصنفیان خود از موارد خشونت بار استفاده کنند، می توانیم شاگردان منظمتر داشته باشیم و با بهترین وجه آن به اهداف آموزشی خود برسیم و همچنان موارد ذیل را می توانیم مشاهده کنیم. تدریس و یادگیری در یک فضای امن و آرامش صورت می گیرد. نظم در صنف برقرار می باشد. استاد به راحتی می تواند تدریس کند و شاگردان فعالتر بوده و به بهترین وجه آن می آموزند. استاد می تواند از فعالیت‌های مختلف برای جالب شدن تدریس خود استفاده نماید و شاگردان را با استفاده از روش‌های مختلف بیاموزاند. دوستای عزیز، این بود نکات چند درباره موجودیت خشونت در صنوف درسی و تاثیرات منفی آن بالای جریان تدریس و شاگردان و همچنان استفاده ننمودن از خشونت در صنوف درسی و تاثیرات مثبت آن بالای شاگردان و مراحل یادگیری. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. اوقات خوب و خوش.